سلام دوستان، وقتتون بخیر. سامان ولی هستم، مشاور آزمون وکالت. با تدریس آیین دادرسی مدنی در خدمت شما هستیم. قسمت اول ما اینجا سعی میکنیم که مباحث و نکات کلیدی رو توضیح بدیم، نکاتی که در آزمون ها سالخیز است و آیین دادرسی مدنی میدونیم که یک درس بسیار مهم با ضریب 3 در آزمون های وکالت هست. پس همراه ما باشید. فقط یک نکته ای رو بگم بهتون، در حین اینکه دارین ویدیو رو میبینید تمرکزتون به ویدیو باشه و اگر میخوان چیزی یادداشت کنید میتونید اسکرین شات بگیرین از ویدیو و بعداً نکاتی که ما یادداشت میکنیم رو بنویسید. سعی کنید از اینکه چند منبع بخونید پرهیز کنید، آموزش ببینید و صرفا ماده ها رو بخونید. همراه با تستنی اصولی کفایت میکنه. بریم برای مبحث اول، کلیات. ما امروز کلیات، صلاحیت و وکالت در دعاوی رو خدمت شما توضیح میدیم. مبحث اول، کلیات. اول از همه باید بدونیم که آیین دادرسی مدنی چیه؟ مجموعه ای از اصول و مقرراتی گفته میشه که در موارد زیر رسیدگی میشه و استفاده میشه. در چه مواردی؟ کلیه دعاوی مدنی و تجاری، در ضرر و زیانهای ناشی از جرم، در امور حسبی در دو حالت: یک، سکوت قانون امور حسبی، دو، ارجاع قانون امور حسبی به آیین دادرسی مدنی. پس این شد تعریف ما از آیین دادرسی مدنی. یه پیش نیازی که بریم مباحث بعدی رو یاد بگیریم. ترتیب رسیدگی قضات حالا در دعاوی که به سمتشون میاد، دعاوی و پرونده‌ای که بهشون ارجاع داده میشه، به چه گونه خواهد بود. قطعاً باید بدونیم که اولین ترتیب، اولین نکته و مهمترین چیز قانون باید بشه. یعنی ابتدا به سراغ قانون میره قاضی. اگر در قانون راه حل رو پیدا کرد که کرد، اگر نکرد میره سراغ منابع معتبر اسلامی. پس مرحله دوم میشه منابع معتبر اسلامی، مثل کتاب قرآن، یک منبع فوق‌العاده خوب برای حکم دادن. در مرحله بعدی اگر اینجا هم چیزی گیرش نیامد قاضی، میره سراغ فتواهای معتبر. اگر فتوای معتبری هم گیرش نیامد، میره سراغ اصول حقوقی. اما این اصول حقوقی یک نکته‌ای داره، اگه میخواین یادداشت کنین حواستون باشه، نباید خلاف شرع باشه. در واقع اصول حقوقی میشه مرحله آخر، اما این هم باید در نظر گرفت که خلاف شرع نباید باشه. حالا یه نکته مهم و آزمونی هست. اگر یک قاضی مجتهد باشه، قاضی مجتهد باشد، قانون رو خلاف شرع بدونه، اون موقع چی کار باید بکنه؟ اون موقع اجازه نداره بر اساس نظر خودش رأی صادر کنه، بلکه پرونده رو برای ارجاع به دادگاه هم ارز میسپره خدمت رئیس دادگاه اون بخش، اون منطقه، اون حوزه.
پس این نکته رو اصلا فراموش نکنید. اگر قاضی مجتهد باشه قانون رو خلاف شرع بدونه. میریم سراغ نکته بعدی، نکته بسیار مهم دیگه که اصل قطعیت آرای آیین دادرسی مدنی است. ما تو آیین دادرسی مدنی یک اصلی داریم به عنوان اصل قطعیت آرا. یه سری اصول رو میخوایم پشت هم بررسی کنیم. تو آیین دادرسی کیفری همچین اصلی صدق نمیکنه، اما تو آیین دادرسی مدنی صدق میکنه. به چه معناست؟ به این معنا که اگر رأی، حکمی، آرایی داده شد، این آرا قطعیه مگر در خود قانون تصریح شده باشه که میشه بهش اعتراض کرد، واخواهی انجام داد، عرضم به حضورتون تجدید نظر کرد. پس اصل در آیین دادرسی مدنی قطعیت آراست، برخلاف آیین دادرسی کیفری. بریم سراغ یک اصل دیگه، اصل عطف به مسبق شدن. احتمالاً همه شما عزیزان این اصل رو باید بلد بشید، چون کسی که میخواد آزمون وکالت بده لیسانس حقوق داره. اگرم بلد نیستید عیبی نداره، الان یاد میگیرید. عطف به مسبق شدن به چه معناست؟ به این معناست که عطف به مسبق شدن به چه معناست؟ به این معناست که در حین رسیدگی یا در حین اجرای حکم اگر قانون جدیدی بیاد، حتی قبل از شروع رسیدگی و بعد از انجام دادن جرم، اگر قانون جدیدی بیاد ما طبق قانون جدید رسیدگی رو انجام میدیم. حالا یه نکته هست، توی صلاحیت محلی در واقع استثناء این اتفاق رخ نخواهد داد. یعنی اگر مثال بزنم که باب دلتون باشه و توی ذهنتون ملکی کنه، اگر من از علی شکایت کنم باید در محل اقامت خوانده، یعنی علی، دادگاه خودم رو تشکیل بدم، برم اونجا و شکایت کنم. اما اگر یه قانونی بیاد که بگه آقا دیگه محل اقامت خوانده نیست، محل اقامت خواهانه، شهر علی هست اصفهان، شهر من هست تهران، طبق قانون قدیمی من رفتم توی اصفهان این شکایت رو انجام دادم، دادگاهم در حال رسیدگی است. قانون جدید میاد میگه تهران باید رسیدگی کنه. اون موقع ما نمیتونیم رأی رو به این دلیل که من در اصفهان شکایت کردم نقض کنیم. این استثناء قاعده عطف به مسبق شدن. میریم یک اصل دیگه هم بررسی کنیم و یک قاعده ای رو بررسی کنیم، قاعده فراغ دادرس. قاعده فراغ دادرس به چه معناست؟ هیچ شخصی نمیتونه رأی قاضی رو عوض کنه، تغییر بده. حتی خود قاضی هم بی دلیل نمیتونه این کار بکنه. اما یک جایی میتونه، اونم کجاست؟ در واقع سحو قلم رخ بده. سحو قلم، اول میمش نوشتم بعد قلش نوشتم. سحو قلم رخ بده بخواد تصحیح کنه. یک جای دیگه هم هست، ابهام یا اجمال وجود داشته باشه، اجمال و ابهام تو رأی باشه بخواد تغییر بده. باز هم هست جایی، بله جای دیگه هم هست توی امور حسبی. امور حسبی زمانی که تجدید نظر نشه انجام داد، خود قاضی میتونه این کار رو انجام بده. باز هم هست جای دیگه که هست که کاملا واضحه دیگه، یعنی در
واخواهی، تجدید نظر، اعتراض شخص ثالث هم این قضیه رقم میخوره. پس سهو قلم، اجمال و ابهام در رأی، در امور حسبی تجدید نظر اگه نشه انجام شه، و تو واخواهی و تجدید نظر و اعتراض شخص ثالث هم این ماجرا صدق میکنه، یعنی خلاف قاعده فراغ دادرس. میریم سراغ نکته بعدی که در رابطه با اصل بخش صلاحیت آیین دادرسی مدنی. نگاه کنید، ما یه اشاره کردیم دادگاه صالح رسیدگی در آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده. پس دادگاه صالح محل اقامت خوانده. یه استثناء داره. استثناش کجاست؟ زمانی که ما دعویمون مال غیر منقول بشه. مال غیر منقول اگر باشه اون موقع میاد آقا رو محل خود مال غیر منقول، مثلا زمینمون توی رامسره ولی خواندمون تو شیرازه، دعوی ما راجع به زمینه، کجا باید دادگاه برگزار شه؟ رامسر. این یه استثنائیه که در رابطه با قاعده و اصل محل اقامت خوانده هست. حالا اگر ما یک دعوی رو یا دعاوی متعدد و موضوعهای واحد رو بگیریم تو چند تا دادگاه مطرح کنیم، اون موقع یک اصلی هست برای اینکه جلوگیری بشه از آرای متناقض دادگاه مختلف چیکار میکنن؟ دعاوی که منشأ واحد دارن یا دعاوی که عرضم به حضورتون ارتباط کامل دارن رو در یک دادگاه رسیدگی میکنن. مثال بزنم، مثلا اگر علی از حسین بابت زمین واقع در شیراز و ماشین شکایت کنه، خب میدونیم که آقا مثلا زمین تو شیراز، اقامتگاه حسین مثال از مشهد، خب ماشین مال غیر منقول که نیست، مال منقوله، پس باید توی مشهد رسیدگی بشه. اما چون ما زمین رو داریم تو شیراز و این دو هر دو از حسین هست، چیکار میکنیم؟ تو همون دادگاه محل وقوع مال غیر منقول شیراز میایم رسیدگی میکنیم. نمیتونیم تو مشهد راجع به زمین صحبت کنیم، اما میتونیم تو شیراز راجع به ماشین هم شکایت خودمون رو انجام بدیم. مثلا من حالا مثال زدیم علی دیگه، مثلا علی 10 میلیارد داده به حسین، طبق این 10 میلیارد قرار بود یه زمین تو شیراز ازش بگیره با یه خودروی X22. خب حالا اون زمینه توی شیرازه، ما میتونیم تو همون دادگاه شیراز در رابطه با اون پرونده هم به زمین رسیدگی کنیم هم به ماشین X22. توی دعاوی خانوادگی هم یک استثنایی وجود داره که مربوط به همین قضیه هم میشه، البته برای حمایت از خانوم هاست. توی بحث مهریه ما یه نکته‌ای داریم، این که خانوم میتونه هم محل اقامت خودش هم محل اقامت زوج مهریه رو بخواد، مگر اینکه مال غیر منقول باشه، که اینجا تو محل مال غیر منقول این اتفاق میفته، پس این امر نمیشه. ولی اگر زوج بخواد از زوجه شکایت کنه حتما باید محل اقامت زوجه باشه. اما زوجه اگر بخواد از زوج شکایت کنه میتونه هم تو محل اقامت زندگی مشترک خودشون باشه، هم میتونه تو محل اقامت زوج باشه.
عذرخواهی میکنم خدمتتون. توی این مال غیر منقولم که عرض کردم خدمتتون دیگه. یه نکته دیگه هم هست این که آقا اگر یک دعوای مدنی مرتبط باشه با یک دعوی کیفری، تو همون دادگاه کیفری برگزار میشه. این هم نکته‌ای که تو آزمون‌ها ممکنه سوال بیاد ازش. یک دعوای کیفری باشه اما یک دعوی مدنی هم اون تو قرار بگیره، همونو میان تو دادگاه کیفری رسیدگی میکنن. اینجوری نیست که بگن خب شما به این دادگاه مدنی رسیدگی تو انجام بشه بعد به این دادگاه کیفری جواب بدیم به ما. نه، تو همون دادگاه کیفری یک جا رسیدگی میکنه. مبحث مهم، خیلی مهم بخش صلاحیت، بحث حل اختلاف در صلاحیته. معمولا هر سال سوال میاد از این بخش، حل اختلاف در صلاحیت. ما تو حل اختلاف یه دونه تجدید نظر داریم، یه دونه دیوان عالی کشور. حالا کجا تجدید نظر اختلاف میکنه، کجا دیوان عالی کشور اختلاف میکنه، اینو بهتون بگم. توی دادگاهایی که توی یک حوزه هستن و دادگاه بالادستی وجود داره اختلافی وجود نمیشه. مثلا دادگاه عرضم به حضورتون تجدید نظر هیچ وقت با دادگاه کیفری نمیاد اختلاف داشته باشه یا با دادگاه مدنی نمیاد اختلاف داشته باشه. حرف دادگاه بالادستیه. اما این نکته‌ای که بهتون میگم در نظر داشته باشه. دادگاه قضایی هم ارز باشه، در حوزه قضایی یک استان باشه، میره توی تجدید نظر. پس ما یه تجدید نظر داریم اینجا که میشه هم ارز یک استان. یه دیوان داریم اینجا، دیوان عالی کشور. اینجا کی بهش رسیده میشه؟ چه هم ارز باشه چه غیر هم ارز باشه، اگر دو استان باشه حداقل میره دیوان عالی کشور. مثال میزنم براتون. دادگاه کیفری کیفری نبه مدنی سراغ کنیم. دادگاه عمومی حقوقی عرضم به حضورتون ساری در مازندران با دادگاه عمومی حقوقی رشت در گیلان اختلاف میخورن. اون موقع دیگه نمیره تجدید نظر، اون موقع میاد در دیوان عالی کشور و نظر دیوان هم باید تبعیت بشه. حالا توی تجدید نظر میخوام مثال بزنم براتون. دادگاه عمومی حقوقی ساری با دادگاه عمومی حقوقی آمل که هر دو در مازندران هستن به اختلاف بخورن، دادگاه تجدید نظر استان مازندران میاد رسیدگی میکنه و لازم الاتباع هم هست نظرش. در مورد دادگاه صلح ما یک استثناء داریم. دادگاه صلح اگه در یک استان باشن حل اختلاف با تجدید نظر استانه. مثلا دادگاه صلح ساری با آمل مشکل بخوره، خب این دادگاه عمومیه. اما دادگاه صلح اگر در دو استان باشن، اینجا نکته مهمیه که نباید با بحث دیوان اشتباه گرفت. دادگاه صلح اختلاف دو استان، مثال ساری، رشت، مازندران و گیلان. ساری بیاد بگه آقا این پرونده مال رشته، رشت بگه نه مال ما نیست مال ساریه. خب رشت هم بیاد بگه مال ساریه. اینجا چه اتفاق میفته؟
دادگاه تجدید نظر آخرین حوزه قضایی که اینجا میشه رشت، که در واقع میشه گیلان. میاد اینجا شعبه یکش، این هم در نظر داشته باشه، شعبه یک. پس این نکته بسیار مهمیه. اگر دادگاه صلح اختلاف وقایع تو دو تا استان برخلاف دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه مدنی که اونجا میرفت تو دیوان عالی کشور، اینجا میره شعبه یک دادگاه تجدید نظر آخرین حوزه قضایی که پرونده اونجا هست، یعنی رشت که میشه تجدید نظر گیلان. یه مبحث دیگه هم داریم ما، مبحث قرار اناطه. قرار اناطه به چه معناست؟ هرگاه رسیدگی در دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی در آن در صلاحیت دادگاه دیگریه، اون موقع دادگاه رسیدگی کننده توقف میده، خواهان 1 ماه فرصت اقامه دعوا داره، یعنی تو اون 1 ماه بعد برگه رسیدگی رو بیاره. مثال میخوام بزنم براتون. توی دادگاه عمومی حقوقی تهران یک پرونده رسیدگی میشه. این ادعا اگر بخواد به جواب برسه باید در یه پرونده دیگه، یک موضوع دیگه که مرتبط به این موضوع هست رو قبلش رسیدگی کنن، که اون مثلا در دادگاه سیستان و بلوچستان باید رسیدگی بشه. خب اون خواهانی که طبق اون ادعا کرده 1 ماه فرصت داره بره سیستان و بلوچستان تو اون دادگاه اعتراض پرونده خوش به جریان برسه و اون رسید رو به دفتر دادگاه تهران بیاره. اگر این کار نکنه اون پرونده دیگه رد میشه. پس این نکته مهمی که حتما داشته باشیدش. بریم سراغ وکالت در دعاوی. نگاه کنید، ما وقتی بحث از وکالت میاد در واقع یعنی نمایندگی. ما 3 نوع نمایندگی داریم. این 3 نوع نمایندگی یا قانونیه، یا قضاییه، یا قراردادی. پس میشه قانونی، قضایی، قراردادی. اوکی، مثال بخوایم براشون بزنیم. قانونی مثل پدر و جد پدری. قضایی مثل چی؟ مثل نماینده قیم از صغیر. چرا؟ چون طبق رأی دادگاه انتخاب میشه. اون چرا قانونی؟ چون تو قانون نوشته آقا پدر و جد پدر نماینده طفل هستن. قراردادی هم مثل وکلای دادگستری. وکلا. این مثال هایی بود که از نمایندگی داریم که در واقع وکلا میاد تو بخش قراردادی. حواستون رو جمع کنید. حالا این نحوه اعطای وکالت میتونه به چند صورت باشه. میتونه شفاهی باشه، میتونه کتبی باشه، کتبی طبق سند رسمی یا کتبی طبق سند عادی. این شفاهی میتونه باشه که باید بیان تو دفتر دادگاه و اونجا اذعان کنن این قضیه را و صورت جلسه تعیین بشه با حضور در دادگاه. کتبی سند رسمی که در دفتر خونه مثلا هست. و کتبی طبق سند عادی.
تو یک سری از موارد در واقع وکالت دادن یا همون توکیل به علت خلاف شرع بودن باطله. توی سوگند یاد کردن، توی شهادت، توی ایلا، توی لعان، توی اقرار قاطع دعوا ما نمیتونیم وکالت بدیم. اما این نکته رو داشته باشین، توی بحث سوگند ما نمیتونیم وکالت بدیم که یکی جای ما سوگند یاد کنه، اما میتونیم وکالت بدیم که یکی جای ما درخواست سوگند بکنه، یا توی قبول رد و سوگند ما وکالت بدیم. حالا تعداد وکلا رو ما در نظر بگیریم. توی آیین دادرسی مدنی حد اکثر 2 وکیل رو حق دارید داشته باشید. این توی آزمون مرکز وکلای 1403 سوال اومد ازش. سوال بسیار ساده ایه. تو آیین دادرسی مدنی حق داشتن چند تا وکیل رو داری؟ 2 تا وکیل. اگر شما 2 وکیل داشته باشی تو آیین دادرسی مدنی و ذکر نکنی که به طور مستقل هر کدوم وکیلت هستن، اصل بر اجتماع، اصل بر اجتماع یعنی چی؟ یعنی این 2 وکیل با هم باید به یه توافق برسن و یه تصمیم بگیرن. اگر دادگاهی برگزار بشه، این 2 یا باید هر دوشون حضور داشته باشن یا یکیشون حضور داشته باشه، یکیشون لایحه بفرسته عذرش بیان کنه، عذر نبودنشو. اما اگر شما بگید آقا به استقلال میتونن انجام بدن کارشونو، هر کدوم تنهایی میتونن کارشونو انجام بدن. حالا ما توی وکالت اگر حق توکیل بدیم، این حق توکیل میتونه به 2 صورت باشه. 1 وکیل دیگر یا وکیل دوم برای موکل، 2 وکیل دوم برای وکیل اول، که در اینجا باید حواستون رو جمع کنید، مراقب باشید. اگر ازتون پرسیدن زمانی که وکیل اول عزل بشه آیا وکیل دوم عزل میشه؟ در صورت عزل، فوت، به هر چیزی که باعث از بین رفتن وکالت بشه. اگر گفتن عزل وکیل اول انجام بشه، وکیل دوم هم عزل میشه. اگر وکیل دیگر یعنی وکیل دوم برای موکل باشه، خیر، میمونه، همچنان به وکالت خودش ادامه میده. اما اگر وکیل دوم برای وکیل اول باشه، او هم عزل میشه، او هم در صورت فوت وکیل اول از سمتش برکنار میشه. پس این نکته آزمونیه، این نکته‌ای که 100% هر چند سال یه بار سوال میاد ازش. حواستون رو جمع کنید تو این قضیه. یا مثلا استعفا بده وکیل، یکی از نکات دیگه که من بهش اشاره میکنم، گفتم عزل، فوت، تو استعفا هم همینه. وکلا خب موظف به حضور در جلسه دادرسی هم مگر عضو موجه داشته باشن. اگر یک وکیلی همزمان به 2 دادگاه دعوت بشه، احضار وکیل، احضار یا دعوت وکیل همزمان 2 دادگاه، اگر این 2 دادگاه از یک نوع باشند، وکیل اختیار داره هر کدوم که خودش صلاح بدونه بره. اختیار وکیل.
اما آیین دادرسی مدنی میگه که اگر یک دادگاه مدنی یا تجاری، دادگاهی که مربوط به آیین دادرسی مدنی میشه، یک دادگاه غیر مرتبط به آیین دادرسی مدنی باشه، وکیل باید به این دادگاه غیر مرتبط حضور پیدا کنه، حاضر بشه. تو این دادگاه در واقع میتونه لایحه بفرستد، مثلا یه دادگاه کیفری بره و یه دادگاه مدنی همزمان باید بره تو دادگاه کیفری کارشو برسه، تو دادگاه مدنی لایحه بفرسته. این هم نکته مهمیه که سوال خیزه. ما غیر از بحث وکالت بحث نمایندگی حقوقی هم داریم که آخرین مبحثه و از ماده 1 تا 47 با این بحث تموم میشه. نمایندگی حقوقی مثل نماینده حقوقی ادارات، مؤسسات، بانک ها، اینا یه فرقی با وکیل دارن، یه فرق مهم، یه فرق سوالخیز. اون فرق چیه؟ وکیل زمانی که میره به دادگاه برای بخش رسیدگی، هر جلسه‌ای که بره فقط یک بار لازمه وکیل نماینده بودن خودش رو ثابت کنه، یه مدرکی بیاره تا بگه من وکیل فلانی هستم. لازم نیست برای هر جلسه این مدرک رو ارائه بده. اما نماینده حقوقی برخلاف وکیل در هر جلسه باید مدرک نمایندگی خودش رو ارائه کند. اینم از اون هست میاد که آقا میگن احتمال داره اون مؤسسه نماینده حقوقش رو تغییر داده باشه. این از بخش اول قسمت 1 تدریس آیین دادرسی مدنی، ماده 1 تا 47 در 30 دقیقه به شما توضیح داده شد. امیدوارم که خرسند باشید و ما رو دنبال کنید.